پیرمردی دو پسر داشت، یکی کشاورز و دیگری کوزه‌گر. روزی رفت که سری به فرزندانش بزنه و احوالشون رو بپرسه. اول به خونه کشاورزه رفت و جویای احوال او شد. او گفت که زمین رو شخم زده و بذر پاشیده، اگه بارون بیاد خیلی خوبه، اما اگر نیاد بدبختیم. سپس مرد به خونه کوزه‌گر رفت. او گفت کوزه ها رو ساخته و گذاشته تو آفتاب، اگه بارون بباره بدبخته و اگر نباره خوبه. مرد برگشت خونه. عیالش ازش پرسید چه بود اوضاع؟ مرد گفت چه بارون بیاد چه بارون نیاد ما بدبختیم. آی دکتر نمیخواد چیزی بگی، خودم جلو میپرم و میگم آره دارم کنایه به مقام عظما میزنم و وضع امروز نظام. اولا افه دست رو کردن نیا تو یکی واسه من. تو نگفته سردار حسین سلامی مشنگم فهمید که تو داری نظام ولایی ما رو میگی. ثانیاً دیگه مقام عظمای ولایت طفلی که تو روش میگن موقت از این تیکه پرونیا دردش نمیاد. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بذار بهادر عرض میکردم بله میفهمونن اگه دندون دردت با هیچ قرصی خوب نشد برو یه مرسی هیکل بی اصحاب پیدا کن 2 تا فوش آبدار بهش بده. چرا ربطی داره آی دکتر؟ همچین با مشت میذاره تو پک و پوزت که دندون درد که سهله، اسم خودت هم یادت میره. تو ای غافل ز اوضاع رفتن راه خطا تا کی، فراموش کردن بدبختی و روز جزا تا کی، براندازی شده نقل مجالس وای بر حالش، زدن بر جسم و جان ناقص عظمای ما تا کی. ناگه چی تو کاسی حواس ما رو پرت اون پیر مرده کنی با کوزه های اون پسرش که بعد تو واسه خودت اینجا کنسرت را بندازی. نه ورودی بحث تظاهرات 22 بهمن بود و اون مشنگی که گفت امسال خیلی تماشایی میشه پاک ضایع شدیم. این چی بود دیگه؟ اگه من یه کنسرت مثل همینی که اجرا کردم میذاشتم باز میشد چند تایی رو جمع کرد که بعد با فتوشاپ یه خاکی تو سر نظام بریزه. ناکس کنسرت را بندازی که هم یکی علم الهدا بریزه. آخه نظام که سنگ تمام گذاشت، سندیس، آش رشته، با نعناداغ، سیم کارت، عدسی، با گلپر اصل، 5 گیگا اینترنت، چیزی کمی نیست، گونی برنج، بیمه درمانی، آزمایش مجانی، قند خوب. نه اینجا نگردان این یکی رو دیگه ضایع کردم. من خودم اوستای این کارام، تو کار قند و شکر از قدیم بودم. قند خون رو باید ناشتا آزمایش بکنم، با ساندیس و آش و برنج و عدسی اون همه هله هوله درست در نمیاد. آزمایش که سهل های دکتر، تظاهرات هم با این همه هله هوله درست در نمیاد. خلاصه میخوام بهت بگم که نظام تو پذیرایی سنگ تموم گذاشت ولی نامردا با همون سنگ محکم کوبیدن تو ملاج مقام عظما. های دکتر شما که محکم‌تر کوبیدین. نه خیلی مال اونا خیلی محکم‌تر بود. بحث رو عوض میکنم. چرا حاجی روحانی داره از کلیدداری میره سراغ سوزنبانی قطار انقلاب؟ ببین حالا اون یه سیخی زد که یه سهمی بگیره تو ولش کن جدی نگیری. آخه میترسم کار دست نظام بده های دکتر. کار با این چیزا دست نظام داده نمیشه. برو یه فکری به حال اون بحث رفراندومش بکن که پیش کشید. یعنی میگه بنبست داریم که باید رفراندوم بذاریم یا دنبال برجامای بعدیه؟ هرچی که باشه این افه ها به نظام ما نیومده. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بذار بهادر عرض میکردم بله میفهموندن دکتره به مشنگه گفت آرتوروز داری چیز سنگین حمل میکنی. مشنگه افه گره گفت آره بغض تو گلو. اگه پرستارا دکتره رو نگرفته بودن میخواست آمپول هوا رو بهش بزنه. این فیلی که شیخ وری هوا کرد میخوام بهت بگم خراب میشه رو سر کل نظام. یعنی این ادا و اطوارای نظرسنجی و انتخابات مال غربی هست که ارزه ندارن با حکومتی کاراشون رو پیش ببرن؟ نه خیر اونوری گرفتی. میخوام بگم که نظام ما جون نداره که نظرسنجی از این کار اطوار در بیاره برای خودش. بازم تو عوضی گرفتی. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض کردم بله میفهموندن که یکی تو تاکسی گفت آخوندا خیلی دزدن. بغلیش عصبانی شد گفت درست صحبت کن مرد حسابی. طرف گفت حالا چرا بهت برخورد مگه تو آخوندی؟ طرف گفت نه خیر من دزدم.
طفلی عظما به چه روز بحرانی افتاده. کسی که خود عظما میگفت نزدیکترینه به من، جلو همه دوربینا سکه یه پولش میکنه و خودکشی شدنه توی زندانه رو میگه که کار اینها بوده. بقیه هم راست تو روش میگن که مقام عظما قرار بوده موقت باشه تا زمان رفراندوم. این چه وضعیه دکتر؟ اگه نظام جون رفراندوم گذاشتن داشت که حال روزش به این وضعیت امروزی نبود که این حرفا رو میزنن. همین حرفا رو میزنن که یه شود مشنگم از اون ور پیدا میشه که دیگه اسمش رو نمیخوام بیارم. راست لو میده که عظما زیر فشار زهرای بعدیه. بعدش هم میگه این یکی از اون زهری که امام خوردم بدتره، جونمونه میگیره. آیه دکتر، همیشه من لو میدادم، این دفعه شما لو دادین. بسیجی هم فهمیدن که قاسم سلیمانی رو میگی. آره، تو پزشکی استراتژیکی میگن از بیماری‌های مشترک بین دام با انسان میشه به زبون نفهمی اشاره کرد. خب نمیشه به همون زبون دامی یه چیزی یاد این بدین؟ ناکس حرف دهنتو بفهم. اون زبونش دامیه، من که زبونم دامی نیست. ولی اگه منظور زبون زوره، همین الان دارن یادش میدن کم کم. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن به زباهدو. عرض میکردم بله، میفهموندن به یه ژاپنی و یه آلمانی و یه بچه محل ما نفری 50 تا موز با یه میمون دادن. گفتن با دادن این 50 تا موز به میمون تو باید بهش حرف زدن یاد بدیم. اومدن دیدن ژاپنی 50 تا موز رو داده، میمونه خورده، هیچ یاد نگرفته. آلمانی هم همینطور. بعد رفتن سراغ بچه محل ما، دیدن 49 تا موز رو خودش خورده. بعد میمونه داره با التماس میگه جعفر جان جون مادرت این آخری رو نصف کن با هم بخوریم. روشن شد یا برفستم یه کمی موز بخوری یا بیای. تا بحث منحرف نشده بگم که شما علت شلنگ تخته و جفتک انداختن سلیمانی رو نگفتین. خب میخوام بگم که طرف میخواد عرابه عظما رو بندازه توی مسیر دیگه ای. عین همون داستان برجام از همین شلنگ تخته ها انداخت، ولی شعورش نمیرسه که وقتی سنگ گنده میندازی جلوی عرابه اسقاطی مسیرش عوض نمیشه، چرخش میشکنه. آیا دکتر شما عرابه نظامو کردی عرابه قراضه چرخ شکسته؟ از خداش باشه آخه نظام اینجوری هم که تو میگیریست تو چرا عرابه